سلام دوستان عزیز، در این نوار ما مسئله 216 ریمکویچ را حل میکنیم. در مسئله 216 گفته شده است راکت کیهانی هنگام جهش از سطح زمین با شتاب 20 متر تقسیم ثانیه کوادرات عموداً به حرکت در آمد. وزن لیاچ کیهانوردی در کابین نشسته را یابید. مسه کیهانورد 80 کیلوگرم است. کیهانورد چگونه زیاد وزنی را حس میکند؟ مسئله 216 داده شده است راکت کیهانی هنگام جهش از سطح زمین با شتاب 20 متر تقسیم ثانیه کوادرات ا برابر 20 متر تقسیم ثانیه کوادرات عموداً به حرکت در آمد. وزن لیاچ کیهانوردی در کابین نشسته را یابید. مسه کیهانورد 80 کیلوگرم است. وزن کیهانورد را یابید و سوال باز چنین است که کیهانورد چگونه زیاد وزنی را حس می‌نماید، یعنی چند مرتبه وزنش از وزن اوله یعنی در سطح زمین فرق میکنند. چگونه زیاد وزنی را حس میکنند؟ حل: خیلی که ما میدونیم وزن جسم هنگامی با بالا حرکت نمودن P برابر M ضرب G پلوس A با فرمولای P برابر M G جمع A معین کرده می شود. وزن جسم هنگامی با بالا حرکت کردنش با شتاب A. اکنون ما قیمت های عددی را گذاشته حساب می نماییم. مسه جسم 80 کیلوگرم ضرب 20 جمع اشتباه افشازه را تقریبا 10 میگیریم متر تقسیم ثانیه کوادرات برابر 80 ضرب 30 3 کرات 8 24 2400 نیوتن، یعنی وزن همین کیهانورد 2400 نیوتن می شود هنگامی با بالا حرکت کردن راکت با شتاب 20 متر تقسیم ثانیه کوادرات. اکنون ما وزن این کیهانورد را در سطح زمین هنگام آرام بودنش می‌یابیم. وزن آن هنگام آرام بودنش mg با قوه وزنی برابر است. قوه وزنی که به آن تاثیر می‌رساند mg و 80 ضرب 10 برابر 800 نیوتن. وزن این کیهانورد 800 نیوتن میباشد در سطح زمین. اکنون ما حساب می نماییم که وزن آن هنگامی در راکت بودن نظر به سطح زمین چند مرتبه فرق می نماید. P تقسیم P0 برابر 2400 نیوتن تقسیم 800 نیوتن اختصار 24 تقسیم 8 3 مرتبه. وزن کیهانورد 3 مرتبه زیاد میشه، یعنی آن 3 مرتبه زیاد وزنی را حس می نماید. مسئله 216 3 مرتبه زیاد وزنش رو حس می نماید. 2 کیلو نیوتن و 3. مسئله 216 2 کیلو نیوتن و 3. تمام. این بود مسئله 216 از مجموعه مسئله ها از فیزیک ریمکویچ.